سلام. امروز یک شنبه است و بازارم خب قاعدتا حرکات خاصی رو نخواهد داشت توی کریپتو و خب فارکس هم که تعطیله. گفتم یه بررسی کلا داشته باشیم، جنبندی داشته باشیم یعنی با هم. دامیننس بیت کوین رو داریم که توی دامیننس بیت کوین ما عین این مسیر رو که مشخص کرده بودیم رفتیم و با نقطه چین های نارنجی هم ما در کوتاه مدت از این ناحیه یک بالا تا این ناحیه یک هایر های و بعدش هم ریزش میخواستیم که خب خدا رو شکر تا الان بالای بگم چند درصد 80% مسیری که خواستیم تا حالا طی شده و انتظارمون این هست که دیگه به این ناحیه برسه و بعدش هم عددهای پایین تری رو احتمالا بخوایم. کوتاه مدت اگه بخوام بگم تا زمانی که یعنی اصلا با این حرکت با شکست این ناحیه به سمت پایین به نظر من ریزش دامیننس بیت کوین توی تایم فریم های بالا تایید شده به نظر من و احتمالا بشه پایین های خوبی رو برای این متصور بود، حداقل برای زدن این لو، حداقل. بنابراین تحلیل مارکت کپ دامیننس بیت کوین ما به این شکل هستش. اینجاها بعید نیست که مارکت یک اصلاحات رو به بالایی رو تا حدود این نواحی حتی بخواد انجام بده، اصلا بعید نیست. بریم سراغ دامیننس تتر که ما اینها رو با هم شروع کردیم تحلیلشون رو. دامیننس تتر هم خب ما پیش دوستانمون که تحلیل کرده بودیم از اینجاها حرکات، حالا من دیلیشو بیارم خدمتتون، حرکاتی رو که میخواستیم دقیقا از این جای بازار بود انتظار داشتیم یک بالا یک پایین هایر لو نسبت به این لو و بعدش هم این مسیر که دقیقا نواحی هم مشخص شده به ناحیه واکنش داد و مسیر کلی ما به سمت بالا احتمالا خواهد بود و بعد از این اصلاحی که داشت یک سناریو کوتاه مدتی هم داشتیم، سناریو آبی رنگ که بیاد این لو زده بشه و بعد حرکت روی بالا رو داشته باشیم که تا الان این اتفاق افتاده، این لو زده شده و ما حرکات روی بالا رو توی مارکت داریم با توجه به این که دامیننس تتر، دامیننس بیت کوین، اینها یک جورهایی ایندکس هستن و تریدبل نیستن. سعی کنید روی اینها خیلی درگیر تایم پایین نشید و مثل بورس نگاه کنید، مثلا تایم فریم دیلی و ویکلی ببینید برای اینکه جهت کلی داستان و مارکت رو بخواید برای خودتون پیدا کنید. من حالا برای شما چارت بیت کوین رو هم میارم، راجع به اون هم یک صحبتی بکنیم. خب این هم چارت بیت کوین هستش. روی چارت بیت کوین هم انتظاری که خود من به شخصه دارم این هستش که به ناحیه حدود 105 اینها هستش بازار یک واکنش خوبی رو بده و بتونیم حالا یک بالای درخور در حد فکر کنم 115 الی 117 داشته باشیم یا حتی بشود طبق حال یک پترنی بشه به این ناحیه رسید، اما هیچ چیزی برای ما فعلا صعودی نشده. نکته ای که وجود داره این هستش که در تایم ماژور ما بیایم حالا روی این پلتفرم دوباره بیت کوین رو
به شما نشون بدم. بیت کوین یک اتفاقی که حالا براش افتاده این هستش که ما یک تایم میخواستیم براش، حدود 10 سپتامبر اینها، در صورتی که بیت کوین بتونه تا 10 سپتامبر، یعنی تا 3-4 روز دیگه، خودش رو بتونه بالای همین ناحیه 112 اینها بکشه و نگه داره، ما کم کم میتونیم بگیم که واگراییمون در حال خنثی شدن هست و دیگه مارکت برای بالا رفتن مشکلی نداره. اما رخی که این آرایش بازار گرفته به نظر من میتونه جا داشته باشه که مارکت من حداقل تا همین ناحیه 105 بخواد بیاد. بابت چی میگم؟ بابت اینکه اگر نیاد این لگ و حرکت یک حرکت ناقص خواهد بود و بعدها چارت رو اذیت خواهد کرد. حداقل من این انتظار رو دارم که تا اینجا بیاد و بعید میدونم اگر هم بیاد خیلی قابلیت اینو داشته باشه که بتونه چارت رو نگه داره. واسه اینکه حالا بهتر ببینیم ما یه تایم فریم هم حالا میایم تایم فریم های پایین تر رو هم نگاه میکنیم. چیزی که اینجا واضح هست برای ما حقیقتش اینه که خب گارد بازار، گارد سعودی به نظر میاد که نباشه و اینجور که من میبینم حالا احتمال حرکات رو به پایینش هم باز بیشتر هستش. اینم از بیت کوین. شاخص کل بسیار خوب. البته اینجا تایم فریمش 1 ساعت هست. خب شاخص کل هم توی تایم فریم دیلی به ناحیه خیلی خوبی واکنش داده. من انتظاری که دارم این هستش که مارکت من بیاد و حداقل به این ناحیه 2460-70 بیاد یک واکنشی بده و بعد بره بالا برای دیدن مثلا عدد 2650 2660 اینها. یعنی چیزی که مد نظر من هست این هستش که دیگه مارکت من بیاد یک حرکت اینجوری داشته باشه و بعد بریم بالا برای تکمیل یک پترن اینی که تو ذهنمونه. و از اون طرف هم بابت نزدن این هایی که های مهمی هست برای من توی سیکل های کوتاه مدت بازار، انتظار این رو دارم که بیاد یک پایین کوچیکی رو بزنه. از اون طرف ای بابا اهرم، توی چارت اهرم هم من اگر نگاه کنم یک لحظه، نه این هیچ مشکلی نداره. اهرم هم میتونه بیاد و به همین ناحیه‌ای که وجود داره، همین اینجا 1700 خورده ای یا ببخشید 1660 1670 اینها، یعنی این هم میتونه بیاد یک واکنشی رو بده و بره حرکت بالا رو انجام بده. اتفاقی که اینجا وجود داره، ما باید کجای بازار رو آپدیت کنیم، کجا برامون به نظر من حیاتی تر هست. اتفاقی هست که اینجاها خواهد افتاد، ببخشید اتفاقی هست که اینجا خواهد افتاد و اینجا ما میتونیم مارکت رو یک آپدیتی با هم دیگه داشته باشیم. یعنی حداقل انتظاری که من دارم از اهرم حقیقتش
دیدن ناحیه 1900 تومن اینها هستش برای اینکه این پترن کوتاه مدتی تکمیل شه. امیدوارم موفق باشید. روزگارتون بکام.